سلام و درود خدمت شما عزیزان. اومدیم با ویدیو جدید، اولین لایو ویدیو من که با یک نفر ما دوئل زدیم، یعنی علی هدشات. از همون آیدی تلگرام خواست، داستان از اینجا شروع شد. از همون آیدی تلگرام خواست و از اونجا آیدی تلگرام منو برداشت و با هم رفتیم دوئل. بچه من باید آیدیش رو سانسور کنم چون نباید آیدیش بیفته رو آیدیش. البته بچه من چت ها رو میذارم، من یه لحظه برم و بیام. بچه‌ها اگه چطور خوندید بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک و ساب یادت نره که اولین لایک ویدیو ما حمایت بشه. بریم اولین دوئل ما با شروع کنیم. چون من براتون از این بعد توضیح بدم یا نه، یه دونه دوئل دیگه هم داریم، 14 خرداد بازیش میکنیم. 13 خرداد براتون میذارمش. اگه 13 خرداد میگه 15 خرداد براتون میذارم. اگه حرف بزنم هیچ، اگه حرف نزنم صدا خود گیم رو براتون بذارم، یه دونه ویدیو بک‌گراند، صدا بک‌گراند هم بذارم. تو کامنت ها رو که باز میکنم، کامنت ها رو باز میذارم. صدا گنجش که ببین از موز. بچه من فصل مگس هم شد، اینجا داره مگس منو میخوره به قرآن. بچه اینجا من تایمات خوردم، متاسفانه تایمات خوردم. من گفتم خدایا الان یکی وارد اکانت من شد دیگه، نمیتونیم ویدیو رو بگیریم. نه دیدیم، نه هیچی دیگه. دوباره بهش درخواست دادم که بیاد. اینجا چیز شد، اسم اینجا نمیزد کنم، سلام باز کردم بهش گفتم بهش بزن نمیزد زد و ما بریم. این بار دیگه زود انداخت رو بازی. این بار دیگه تایمات نخوردیم. شارژمو قشنگ پر کرده بودم برای این دوئل که اولین دوئل ما ریدیم متاسفانه. برز پوزش ما ریدیم. دومی مچو ما نریدیم متاسفانه. نریدیم دیگه منگول. بچه من پینگم براتون بذارم. بچه این پینگ از اینجا باشه 93 90 پینگم. بچه چارلی هم برداشته بود، حالا گفتیم که چیتره. من یه لحظه فکر کردم چیتره، نه اولیو هیپ زد. بریم به سراغ ادامه که فکر کنم بهم آوانس داد یا تو چی دیگه افتاد. روی صحبت که بودیم بهم گفتش که نه آقا من پینگم خراب بود. تو ببینی پینگم چنده، 109 پینگم. تیرم اصلا مشریج نمیشد. من براتون یه دونه زدم ریج شد ولی دمیج شد. بچه ببینید اینجا گفتم وایستاده، گفتم داره بهم آوانس میده. بچه من شما رو تنها میذارم، یه لحظه من کار دارم یادم رفته. شما ادامه گیم پلی رو ببینید، من برمیگردم دوباره. سلامی دوباره بچه، من یه لحظه رفتم اومدم، یک کاری داشتیم که یک گروه دارم من اونجا، یه چاتی کردیم با هم دیگه که اومدیم دوباره وایسو بگیم. بچه اونجا دقت کردید چطوری خورد؟ اون نایف دستش بود دیگه،
چطوری اون منو زد؟ 4 سالم افتاده من. این بازی من رسما ریدم کلا افتاده بودم جلو که گفتم آقا نمیتونه برسه. چون از کجا تا کجا رو زد. من اصلا پشت کانکس بودم، اون چطوری منو دمیج کرد؟ کلا نمیدونم چطوری. من این بازی پینگم خیلی بد بود، داشتم صدا پا میگرفتم که کلا داشت کمپری بازی میکرد. ناموسم مچ دوم خیلی کمپری بازی میکرد. نمیدونم چرا مچ دوم انگار چیز شده بود، انگار صدا پا کلا نمیداد. بچه 1 کیلو خوشگلم از همون در آورد. من اون یکی مچ خیلی کیلو خوشگل در آوردم. جو زدیم فرشد نبود. تو کلا تندروش رو من نبود. دوباره رفتیم اومدیم چون دیگه گروه داریم و باید دیگه گروه ببینیم دیگه چی شد. چون اینجا رو ببینید با هم داشتیم اینجا نمیدونم نمیومد این طرف. من داشتم راشی بازی میکردم، این کلا رفته بود کمپ. نمیدونم چرا. جا دیگه تیرم زدیم و پینگم خراب بود. یه ذره فکر میکنن چیترم. ریچ خراب بود کلا. نمیدونم چرا. اگه برگردم خونه من الان روستام. اگه برگردم خونه من باش خیلی بچه رو ایمن باشه من اصلا نمیتونم بزنم. این الان مثلا فاز بروسلی و فاز بروکن برداشت یه موومنت زد ولی ما زدیمش همینجوری. نزد اصلا نمیزد. بس دیگه دلقه بس. چه بریم ادامه. چه ببینید پینگ هم ببینید. من اصلا پینگ کلا نابوده. پینگ کلا نابوده. بچه بین تندرا و دیل شما کدوم انتخاب میکنید؟ من چون این بازی تندرا خیلی بهم کمک کرد، مچ دوم رو کلا با تندرا بازی کردم. تندرا خیلی بهم کمک کرد، من تندرا رو انتخاب میکنم. این مچ ها کلا تو مثلا کلی دیل انتخاب میکنم. بچه ببینید اینجا چطوری من دمیج شدم. یه لحظه برگردیم. نگردیم نه از زمان زیاد میشه نمیتونم آپلودش کنیم. بچه ببینید صدا مگس این بازی اصلا خیلی یه جوری بود. این بازی اصلا نمیتونستم مچ اول اصلا بازی کنم. یه جوری بود اصلا نمیتونستم. تو اینجا میخواستم بزنم تو ایمم بود. نمیدونم چرا ایمو ول نکردم. چون من 4 انگشتیم. اگه بخواید هادو بذارم هادو سنس رو بذارم بهم تو کامنت بگید بذارم دیگه. چون 2 دقیقه از مچ اول مونده کلا و میریم مچ دوم. منم میرم یه آبی بخورم. فقط دارم هی زرت پرت میکنم. برم آبی بخورم بعد بیام دوباره گزارش بدیم. بچه ببینید پینگم 99 ناموسن. خیلی پینگم بد بود. بهم گفت که پینگم هم بده. من چرا نمیدونستم این مچ نمیدونستم چرا تون. بچه اینجا من ایمو باز گذاشتم ببینید من چطور دمیج خوردم. اینجا اصلا نبود. خب ببینید اصلا اینجا نبود. من چطوری پس دمیج خوردم؟ یا پینگم هم بده یا اون یه چیزی داشت. بریم ادامه. منم زدم دمیج خورد. متاسفم دمیج خورد. اینجا گوشیم یه لحظه لگ گرفت اونم وایسا چون پینگش خراب بود و بالاخره من زدمش. اوکی تا اینجا اوکی. البته اوکی 6 دقیقه این مچ اون میبره. اسپان میکنم برات. مچ اون میبره. بچه ببینید اصلا ریجی نداشتم. داشت موومنت های خیاری مایل به غرب میزد. بچه ببینید اینجا پینگا 122. یا فاز بروسلی برداشتم گفتم آقا بزن بریم میخوایم قشنگ اشکالاتی و صفا سیدی بکنیم که پینگ مخابرات جان عاشقتم I love you. بهت گفتم مخابرات به ما فهموند که اینجا ایرانه داشه بودم. خب یوتیوبر بشی باید تویوبر باشی. نمیدونم چی دارم میگم. یا من اسپان ترپ خوردیم متاسفانه.
و اینجا وایستادیم که بیاد، یعنی صداپا بگیرم. من پینگمون نگاه 135 متاسفانه نباید پینگمون اینجوری باید باشه و اینجا پینگی از پینگ ما متاسفانه ما مردیم. 7/15 اینجا اوکی، اینجا اوکیه. حالا بریم بچه دوم. 2000 years later. خب بچه ما دوباره آمدیم که بریم دوباره مچو بزنیم و عشق و حال و صفا سیتی منگوله بریم عشق و حال بزنیم و این مچ فقط من تند رو برمیدارم. بریم دوباره. این مچ هم پینگم خراب بود، یه ذره ریجم خراب بود، همه چی کنن خراب بود. بچه این ویدیو رو شاید شب من آپلود کنم که فرداش ما امتحان داریم. من امروز جمعه است، اونایی که فردا امتحان دارن اعلام حضور کنند. پینگمون هنوز 140 اشکال نداره ما میبریم. بچه ما یه لحظه دوباره رفتیم اومدیم چون ما بکگراند مشکی نکرده بودیم، یه ذره بد چیز شده بود. پینگمون هنوز نبده. اینجا ما خیانت کردیم و از پشت زدیم. ای بله اوکیه، تا اینجا اوکیه بریم. میخوام تمرکز کنم ولی صدای این گنجشکا میفته. آقا من برم شما صدای گنجشکا بشنم. نمیدونم ضبط میشه یا نه. اینجا هیپ زدم نخورد متاسفانه. چون رفتم از اونجا غافلگیرش کنم، دیدم آره غافلگیر شد، برای متاسفانه ندیدمش. بچه خیلی پامرغی این بازی میکرد. پامرغی داشت. بچه دوم پامرغی داشت بازی میکرد. پینگمون هنوز نبده که اینجا از پشت اومد و اینجا یه دونه هیپ زدیم. ما این مچ فقط کیلو خوشگل در آوردیم. تا اینجا 3-0 اوکی. تا اینجا 3-0 اوکیه. بچه دوتا میتیک هم داشت، یکی سویچ بلید، یکی هم بیفنجه میتیک. دوتاش هم میتیک بود دیگه، لیجنداشو نفهمیدم چی. اینجا اومد من خط رو گرفتم ولی دستام لرزه بود، متاسفانه نتونستم بگیرم. اینجا یه دونه هیپ خدام زدم، به خدایی بود. آره بریم ادامه گیم پلی. و گیم پلی که نیست، دوئله. ای نمیدونم چرا نخورد. بریم ادامه. اینجا پرید دمیج خورد، از پاش خورد، حکش بود دیگه. از پاش یاد از پاش میخورد، از پاش خورد که دمیج خورد، وگرنه هدشات میشد. تونرو تو این مچ خیلی خوب بازی کرد با من، چرا ای نخورد. خب بچه ما دوباره یه لحظه رفتیم اومدیم. متاسفانه گناه اومد. گناه منظور میشه مهمون. متاسفانه که نه، مهمون اومد که من اومدم بیرون ضبط کنیم. یا جا پینگ ما ضعیف بود پشت کانکس، متاسفانه مردیم و من فکرای عجیب غریب اومد تو سرم. اینجام گفتم یه لحظه دینسه که دینس نبود. یه لحظه کلیکامو دیدیم دینس نبود. حالا اینجا نمیدونم چی توی زدم. یه وایسا دید پینگ من خرابه. آها اینجوری من زدمش. بچه یه دونه هم با علی هدشات دوئل داریم، اگه میشناسید دیگه همتون. اگه نمیشناسید پروفایلش رو براتون میذارم اینجا. پروفایلشو میذارم، یعنی گذاشتم میاد رو صفحه گذاشتم که هیچی دیگه. دارم چرا صدای عجب. بچه ایسکارا همون بتل پس 3 سال پیش خیلی اسکین خوبی داره. اسکینش خیلی خوبه و یعنی پیتوینه، باگ داره کلا، تیر روش ریج نمیشه. اینجا یعنی هیدو خوب زدم که شاید شورت ویدیوش کنم. شاید فردا شورت ویدیوش کنم، بذارمش شاید شورت ویدیو کنم بذارمش. اینجا داشت فرار میکرد از دست ما، یعنی دمیج هم خورده بود داشت فرار میکرد. من گفتم داداش کجا با علیش چارچ نه علیش کن بچه با دوئل با علی شکارچی بریم، بهش پیام بدم بگم داداش یو آیدی بده دوئل بریم. قبول میکنی به نظرتون یا نه؟
اگه درخواست زیاد باشه باش دوئل میرم. من مولتیم هم خوب نیست، اونم مولتیش خوب نیست. با هم دیگه میریم شاید مساوی در اومدیم. واسه ببینم واسه اینجا اومد یه لحظه اونقدر گفتیم شیفینر، نه فینیشرش اومد، میخواستم بگیرم فینیشرشو ولی دیگه گفتم نامردی میشه دیگه زدم. و اینجا هم داشتیم چیز بازی میکردیم، با موشک بازی میکردیم. اون داشت میرفت این طرف، من این طرف اون اون طرف. دیگه وضع شده به این مچ دوم. بچه ببینید اینجا من نمیدونم چطوری دمیج شدم، خیلی داره بد میزنه، یا پینگ من خرابه یا اون داره یه چیز میزنه. اینجا هم یه دون دمیج زدم نمرد، دوباره برگشتم دیگه زدمش. من خیلی قویم بچه. اینجا یه اسلاید از فارم تا بلک مارکت زده و گوشی منم اینجا رید متاسفانه. گوشی من A15 یا فکر نکنید چیز دیگه. من ولی 2 تا گوشی دارم، یکیش آصف 4، یکیش A15. بچه اگه آیدی منو میخواید، کلمه آیدی نه، اگه آیدی منو میخواید کامنت بنویسید. بچه کلا همه چی رو تو کامنت بنویسید. چی داری میخندی؟ من همینجوری هاشم میخندم. بچه اینجا تا 9 میاد، یعنی 6 تا 9 3 تا منو میزنه. من نمیتونم آخری رو بزنم. میگن آخری سخته ها، یعنی مثلا ما وقتی توپ بازی میکنیم گل آخر زدن خیلی سخته. چون بچه 6 دقیقه طول میکشه این یه دونه آخری، یه دونه آخری 6 دقیقه طول میکشه. اینجا هم برگشتم از وسط رفتم که فکر کنه من از بغل اومدم. چی میگم؟ نمیدونم چی میگم. فقط تو این ویدیو زر زدم متاسفانه. فقط تو این ویدیو زر زدم. بچه ببین اینجا داشت پامرغی بازی میکرد. من هر چقدر رفتم اون طرف این طرف داشت پامرغی بازی میکرد و منم کلافه شدم. آخر یه دونه بچه اینجا داشتم صدا پا میگرفتم، رفتم بالا که گمراه شه بیاد اینجا. متاسفانه اینجام نیومد. گفتم یه دونه تیر بدیم هوا بلکه بیاد. اینجا ببینید اینجا تیر دادم هوا که بلکه بیاد، یعنی متاسفانه نیومد. اینجا تیر دادیم هوا نیومد. متاسفانه آخر دیدیم کنار کانکساس که ما رو به این راحتی زد. چه راش نمیده اصلا راش نمیده این بازیکن. اصلا راش نمیده اصلا راش نمیده. نمیدونم چه اینجا داشتم میزدمش، دمیج شد ولی فرار کرد متاسفانه. و بچه به آخرای این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و ساب یادتون نره. جو منم گفت رفتم کمپیدم که فکر نکنه خودش فقط راش نمیده، باید راش بریم. جو اومد زدیمش. امیدوارم از ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و ساب یادتون نره. تا ویدیو دیگر بدرود.